لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. روز عرفه یکی از مهمترین روزهای حج، بلکه مهمترین رکن حج که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الحج عرفه. حج عرفه است و این مهمانهای خدا اومدن در منطقه عرفات، در اینجا برای دریافت جایزهشون هم حج هست. حالا در این میدان مشغول دعا و راز و نیاز و نیایش هستند و ما مؤمنان و افرادی که در حج نیستند همه در روز عرفه مال حاجیان نیست، مال همه مؤمنان هست. جایزه خداست برای همه مؤمنان. حاجیان در یک جا در مهمانی خداوند متعال و غیر حاجیان باز هم در سفره خداوند متعال، اما در روزه برای حاجیان نیست. چرا؟ چون حاجیان در مهمانی خدا هستند. خداوند هم نمیخواد که مهموناش گرسنه باشند و اونجا با اصطلاحتون گرمی، تون سردی، تون میدون، تون وضع هر طوری که هستند، در حال اونجا در این مشقتی رو طی کردند، از منی حرکت کردند اومدن اینجا، سختی هایی داره، انتظار دارن، منتظر غروب آفتاب هستند. همه اینا خداوند متعال نمیخواد که حاجی‌ها مهموناش گرسنه و تشنه باشند. اما مایی که در حج نیستیم، افرادی که در حج نیستند، شمایی که این فرصت رو خداوند متعال انشاءالله در آینده نصیبتون میکنه که در عرفات باشید، شما با روز عرفه که یک هدیه الهی است، هدیه ویژه و عجیب هم هست. هدایای ویژه الهی، ما حرف از غفران میزنیم، بخشش الهی میگه، فرمایند که به اصطلاح اگر شما محرم رو روزه گرفتید، خداوند متعال سال گذشته گناهاتون رو میبخشه. بی عرفه عمره تا عمره در میان اینا گناهاتون بخشیده میشه، جمعه تا جمعه گناهاتون بخشیده میشه. اما روز عرفه رو روزه گرفتید، خداوند هم گناهان سال گذشته و هم گناهان سال آینده پیش قسط دارید پیش خداوند متعال، این براتون حفظ شده است. اینقدر این روز برای خدا مهم هست، اینقدر این روز رو خداوند متعال برای ما شرف داده. این روزی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در حدیثی که امام احمد روایت میکنه که اگر در این روز کسی چشش رو، گوشش رو و زبانش رو، چشش رو، گوشش رو حفاظت کرد، فقط غفر له، خداوند از اون در میگذره، خداوند اون رو میبخشه. یعنی روز عرفه روی جایزه دادن است که خداوند جایزه میده به بندگانش و بندگانش رو میبخشه. فقط نیاز هست که ما چکار کنیم؟ جایزمون رو دریافت کنیم. در میدان عرفات عبادت خاصی نیست، در میدان عرفات رفتن برای گرفتن جایزه است. ما رفتیم در عرفات جایزه بگیریم. کسایی که در عرفات نیستن جایزه الهی به اونا هم میرسه، روزه میگیرن، روزه رو گرفتن، اجر و غفران الهی رو دارن. پس روز عرفه یه روز خاصی است. روز عرفه روزی است که پوزه شیطان به زمین مالیده میشه، روز شکست شیطان هست. برای همین در هیچ وقتی از سال شما شیطان رو کوچکتر، حقیرتر، زایتر، بسیار دست و پا گم کرده تر، ذلیل و خوارتر نمیبینید مثل روز عرفه. چرا؟ چون روز عرفه براش یه شکست کمر شکن هست.
شیطان این همه هزینه کرده، زحمت کشیده، طرف رو 80 سالشه این همه گمراهش کرده، روز عرفه اومد جایزه‌شو گرفت، بهشت، غفران الهی، رضایت الهی رو کسب کرد، تموم شد. تمام اون زحمت‌های شیطان هدر رفت. حاجیان میمونن در این روز عرفه اینجا تا غروب آفتاب. غروب آفتاب حرکت میکنن به سوی چی؟ به سوی مشعر الحرام، به سوی مزدلفه. میان این حاجی‌ها میان در یک جایی هست بهش میگن وادی محصر، اونجا جایی که عذاب الهی نازل شد بر اهل فیل. اینجا که رسیدن همیشه حاجی هر کسی از اونجا رد شد و از جایی که عذاب الهی است از اونجا باید با سرعت رد شد. اونجا جای تماشا نیست، جای عذاب الهی است و دعا کنیم که خدایا ما رو ببخش. ایستادیم در عرفه، غروب آفتاب شد، دعا رو کردیم، عبادت کردیم، جایزمون رو گرفتیم، غفران الهی تأمین شده. الان باید احساس کنیم که بخشیده شدیم. اگه در عرفه وایسادی هنوز شک داری که خداوند بخشید منو نبخشید، بدون که عرفه نرفتی. عرفه رفتی یعنی جایزه رو گرفتی. دعا کردی نکردی مهم نیست، اومدی اینجا جایزه رو گرفتی. خودت رو در عبادت مشغول دار، بهترین دعا بکن، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، حسبی الله لا اله الا انت. دعا، هر دعایی که به دلت میاد، به دلت میاد، به هر زبانی که دلت میخواد دعا کن و بعد از اینکه غروب آفتاب شد حرکت کن بیا به مزدلفه. مزدلفه کجاست؟ مزدلفه همون جایی است که قرآن کریم از اون به مشعر الحرام یاد میکنه. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. بیایید بعد از اینکه از عرفات حرکت کردید بیایید به مشعر الحرام، اینجا ذکر خدا کنید. واذکروه کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالین. شما گمراه بودید، خداوند متعال شما را هدایت کرد، بیایید اینجا شکر خدا به جا بیارید، استغفار کنید. جالب است که اینجا در آیه بعدی خداوند متعال میفرماید ثم افیضوا من حیث افاض الناس. همتون بیایید اینجا واستغفر الله، استغفار الهی کنید که ان الله غفور رحیم، که خداوند بخشاینده مهربان هست. خیلی جالبه. الان چی هست؟ الان ما از عرفات حرکت کردیم. در عرفات چه حکایت بود؟ اونجا جایزه رو گرفتیم. از همه ما خداوند درگذشت، گناهان ما رو بخشید، ما شدیم بهشتی. اومدیم کجا؟ اومدیم مزدلفه، اومدیم مشعر الحرام. اینجا که اومدیم استغفار کنیم. استغفار چی؟ ما که گناهی نداریم دیگه. استغفار، ما دو نوع استغفار داریم. یه استغفار توبه‌ای داریم بر گناهان، یک توبه و استغفاری داریم که این پوزش طلبیدنه. استغفار از اینی که من در عبادت هام، در ادای شکر الهی کوتاهی کردم. پیامبر معصومه اما این چنان عبادت میکنه که پاش ورم میکنه. مادر مؤمنان دلش میسوزه برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله چرا به خودت اینقدر فشار میادی؟ و قد غفر لک، خداوند از تو درگذشته، چرا رو خودت اینقدر فشار میاری؟ میفرمان افلا اکون عبدا شکورا، بنده شکرگزار الهی نشم؟ حالا که خداوند از من درگذشته باید حداقل من شکر خدا رو به جا بیارم. کدوم شکر، کدوم نعمت رو میتونیم به جا بیاریم؟ کی میتونه شکر یکی از هزار بکنه؟ نعمت بینایی رو شکرشو میتونیم ادا کنیم، نعمت شنوایی رو میتونیم ادا کنیم، حس لامسه رو میتونیم شکرشو ادا کنیم، دست و پا و گوش و صحت و عافیت رو میتونیم شکرشو ادا کنیم، علم و درایت و دانش و فهم رو میتونیم شکرشو ادا کنیم. این همه نعمت‌های بیکران الهی که ابر و باد و ماء و خورشید و فلک همه در کارند، تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه کون و مکان تسخیر من و شما شدن، در اختیار من و شما قرار دادن. اینو میتونیم شکرشو ادا کنیم؟ هیچی که از اینو. بیم استغفار کنیم، بگیم بار الها ببخشا، پوزش میطلبیم، معذرت میخواییم، ما نمیتونیم، ما کوتاهی،
از ما هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. ما اومدیم در این مشعر الحرام اینجا، حالا اونایی که اونجا هستن، اونایی که نیستند و قلباشون اونجا هست، هممون استغفار میکنیم که بار الها از ما هیچی نیست، رحمت شماست، بخششت هست، ما رو بهشتی کردی، از ما درگذشتی. همه اینا نعمت ها و فضل خودت هست. ما بندگان عاجزیم، حتی شکر کردن بلد نیستیم، نمیتونیم. حتی اگر هم شکر کنیم، همه ی عمرمون رو تو یک سجده سپری کنیم، بازم نمیتونیم شکر یک نعمت بینایی رو بکنیم. پس خدایا به بزرگواری خودت، به بزرگی خودت با ما با فضل و کرمت رفتار کن، نه با عدل و قضاوت. با عدل و قضاوت نکن که ما رفتیم، ما رو غریق نعمتهای خودت قرار بده. الهی آمین. بعد از شبی که در مشعر الحرام طی کردیم در مزدلفه، با شروق آفتاب حرکت میکنیم به سوی منی. باز میگردیم به منطقه جمرات، جایی که اونجا با ستیز در میفتیم و جنگمون رو با شیطان اعلام میکنیم. الان روز 10 ذوالحجه است، روز عید هست. بعد از روز عرفه، روز عید از جمله بزرگترین روزهای خداوند متعال هست، روز شادی بعد از یک عبادت حج رو داشتیم، الان شادیش. قبل از این چند ماه پیش عبادت رمضان رو داشتیم، بعدش روز عید فطر، روز شادی بر این نعمتی که خداوند متعال به ما داده. چقدر نعمتها رو خداوند بر ما ارزانی کرده و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. نعمتهای الهی بیشمار هست، قابل حساب و کتاب نیست و همون وقتی که این نعمت رو خداوند به ما داد، ما شکر خدا رو به جا میاریم. الان در این روز ما 4 عبادت مهم داریم. یکی رمی جمره کبراست، شیطان بزرگ میریم باش در میفتیم. دومش قربانی کردن هست. سومش سرمون رو تراشیدن هست، اول تراشیدن، دوم هم تراشیدن، سوم هم تراشیدن، چهارم هم کوتاه کردن. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دعا کردند برای کسایی که موهاشون رو تیغ میزنند، رحم الله المحلقین، و گفتند که و مقصرین. خدایا پیامبر برای دعا میکنی برای کسایی که سراشون رو تیغ میزنند، اونایی که موهاشون رو کوتاه میکنن. فرمودن اونایی که سراشون رو تیغ میزنن. گفتن اونایی که کوتاه میکنن یا رسول الله. فرمودن اونایی که تیغ میزنن. اونایی که کوتاه میکنن. فرمودن و اونایی که کوتاه هم میکنن. پس بهتر اینه که تیغ بزنیم. بعد از این که سرمون رو تیغ زدیم میمونه چی؟ طواف افاضه که طواف اخیر هست. این 4 تا عبادت رو داریم. از اونجا حرکت کردیم، میاییم از مشعر الحرام که اومدیم، میاییم مستقیم برای رمی جمره کبرا. اینجا در این محوطه، این صحنه ما رو بیاد کی میاندازه؟ بیاد ابراهیم بزرگ، بیاد اسماعیل فداکار. این ابراهیم و اسماعیل که پوزه شیطان رو به خاک مالیدن. این ابراهیمی که ایمانش واقعا ایمان بود. ایمان ابراهیم، این ابراهیم یادتون هست، ابراهیمی است که نمرود انداختش تو آتیش. ایمان ابراهیم آتش سوزان رو به یک باغیچه سرد خوش آب و هوا تبدیل کرد. ایمان ابراهیم و فرمان برداری و رضایت اسماعیل از قضای الهی باعث شد که چی؟ که خداوند متعال ابراهیم رو بگه که بیا اسماعیل رو قربانی کن. ابراهیم بچه را آورد اینجا، فلما اسلم و تله الجبین، انداختش به زمین، صورتش به زمین که گردنش رو ببره. اومد گردنش رو ببره، چاقو رو حرکت میده. چاقو، ایمان ابراهیم چاقو رو، خصلت قطع کردنش رو ازش میگیره. چاقو کاری از دستش نمیاد. پسر میگه که اسماعیل میگه که یا ابتش دود، بابا به زور بزن. نه،
چاقو حق نداره این کار رو بکنه. ایمان ابراهیم اون رو از کار انداخته. از جانب خداوند ندا میاد یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، این وحی که به تو اومد این رو عملا اجرا در آوردی. ان کذالک نجزی المحسنین، تو از محسنان هستی و پاداش خواهی گرفت. ان هذا له البلاء المبین، این یک آزمایش بسیار سختی بود. بله. و فدیناه بذبح عظیم، این قربانی رو بگیر، اینو سر ببر. یه قوچی رو خداوند متعال میفرسته تا ذبح بشه. من امروز میام اینجا، میگن بسم الله الله اکبر، سنگ میزنم به سر شیطان، اون شیطانی که میخواست ابراهیم بزرگ رو وسوسه کنه، منم مثل ابراهیم میزنم به سرش، میگم خاک به سرت ای شیطان لعین، این سنگ به سرت. من فرزند ابراهیمم، اومدم با تو دشمنیم رو اعلام میکنم. خداوند متعال به من گفت که تو دشمن منی، فاتخذوه عدوا، تو رو من دشمن قرار دادم، با تو در ستیزم، با تو در جنگم. من اومدم اینجا الان هم میرم قربانیمو سر میبرم تو بدونی که ما گام در گام ابراهیم میذاریم. من از کنار مقام ابراهیم اومدم، من گامم قدم به قدم در راه ابراهیم حرکت میکنم، با توی شیطان دشمنم. اگر خدای منان از من بخواد که بچم رو، عزیزم رو، جگرگوشم رو سر ببرم، میبرم. من ابراهیمیم. ای شیطان، همونطور که عزیزش جگرگوشش رو، اسماعیلش رو ابراهیم آورد اینجا قربانی بده، منم از جگرگوشه هم، از عزیزم، از اون چیزی که پیشم عزیزترینه میگذرم در راه خدا. از مال و ثروتم که پیشم عزیزترینه میگذرم، از زن و فرزندم میگذرم، از جاه و مقامم میگذرم، از نام و نشانم میگذرم، همه چیزو میذارم. من بنده خدام، دشمن توی لعین شیطان ابلیس. میام اینجا این رو به نمایش میذارم، این رو ثابت میکنم و بهش میگم که دلیل این حرفم دلیل دارم. همین وجود من اینجا یعنی چی؟ یعنی اینی که من از همه چیز گذشتم. وقتی خدای من به من گفت بیا لذت عبادتم رو بچش، بیا جایزه تو در عرفات بگیر، گفتم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. میرم الان اون جایی که به اصطلاح نهایت ذلتم رو پیش خداوند به نمایش میگذارم. قربانیمو رو کردم، سرم رو میتراشم، سرم رو تیغ میزنم. اینجا دیگه تحلل اصغر صورت میگیره، میتونم برم لباسم رو بپوشم و همه چیز برام جایز شد. اون تحلل دیگه شد. فقط مونده تحلل اکبر که اونم بعد از طواف اخیر هست که اونجا به اصطلاح فقط برای متأهلاست که به اصطلاح همسراش با هم دیگه حلال میشن. قبل از این دیگه حالا من میتونم لباسم رو بپوشم، رمی جمره بزرگو کردم، تکبیرم رو گفتم. اینجا تا رمی جمره کبرا من شعارم بود لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. خداوند منو خواسته بود، اومدم، تلبیه گفتم، توحیدم رو به خدام عرضه کردم، اخلاصم رو، همه معانی حج رو دریافتم. از اینجا به بعد دیگه عید است. الان شعار عوض میشه. از اینجا دیگه لبیک نمیگیم، از اینجا میگیم الله اکبر الله اکبر. دیگه تکبیرات عید هست. همه دنیا تکبیر میگه، کوها تکبیر میگن، مکه همه شده تکبیرات عید و عید هست دیگه. عید هم یه عبادته، یکی از بزرگترین روزهای خداست، روزهای عبادت، روزهای شکر. نه اینکه ما بیاییم عید رو روز فسق و فجور بکنیم، همه عبادت هامون رو هوا بدیم. نه، عیدمون رو کردیم، عبادتمون رو کردیم، تکبیراتمون رو گفتیم. بعدش از اون این 10 بود، میمونه 11 و 12 و 13. این 3 روز رو بهش میگیم ایام به اصطلاح تشریق. این روزهای تشریق هست که 3 روز هست. در این روزها من چیکار میکنم؟ در این روزها که روزهای خورد و نوش هست، روزهای شادی هست، توش روزه نیست، در این روزها من کارم جنگ با شیطان. میام برمیگردم رفتم به
طوافمو کردم، ایدمو که نماز عیدمو خوندم، اومدم اینجا، برمیگردم به منا. در منا این 3 روز رو میمونم. فقط این 3 روز زور آزماییه. برو هر روز بزن به سر شیطان. حالا رمه جمره کبرا و وسطا و هر 3 جایی که به صلاح شیطان ایستاد و سعی کرد حضرت ابراهیم علیه السلام رو از ادای فرمان الهی، از طاعت بیچون و چرای فرمان الهی باز داره و سنگ خورد به سرش، منم میدم همین سنگ رو میزنم و تکبیر میگم بسم الله الله اکبر و به خدام نشون میدم که عملا من شیطان رو به عنوان دشمن قرار به اصطلاح گرفتم و باش دشمن در افتادم. به دشمنم میگم که این بین من و تو دیگه آشتی مشتی خبری نیست، هر روز جنگه، دیروز زدمت، امروز هم میزنمت، فردا هم میزنمت و محکمم میزنمت. دیگه اینجاست که دیگه عملاً به شیطان نشون میدم که دیگه من و تو با هم هیچ وقت سازگاری نداریم. ارزش عبادتم رو گرفتم، به بهشتم رسیدم. حج مبرور است، بهشت هست، بهشت هست برای حاجی‌ها، بهشت هست برای اونها که حاجی‌ها براشون دعا کردن، برای بهشت هست اونایی که این جو حج رو با ما همراه بودند. رضایت الهی هست، تزکیه نفس هست، تقوا و پرهیزکاری رو گرفتیم، سبب افتخار و عزت نفس شدیم، امت بزرگی داریم، ما جزی از این امت هستیم. الان دیگه ترس و واهمه‌ای نداریم، تعظیم شعائر الله کردیم، همه ادا کردیم، خودمون رو بر سختی ها و جهاد و تلاش و اخلاص و اینا تربیت کردیم. یک گردش ایمانی بود با در کل، با تاریخمون، با فرهنگمون، با عزتمون، با پیامبران عهد و پیمانمون از جدید شدیم یه انسان مؤمن. خوشا به حال حاجیان و خداوند حجشون رو قبول کنه. خوشا به حال اونایی که قبلا حج رفته بودن، این مفاهیم حج رو نمیدونستن، الان دونستن. انشالله خداوند فرصت دیگری حج عمره‌ای حجی نصیبتون کنه انشالله که این مفاهیم باز یادآور بشه و لذت بیشتر ببرید از حج. اونایی که این مفاهیم رو گرفتن انشالله لذت بیشتری از حج ببرن. اونهایی که شوق حج دارن خداوند انشالله حجشون رو مهیا کنه و فرصت پیدا بشه برای اون طاغیان و ظالمانی که مانع میشن که ما خانه خدا بریم. برای اونا دعا کنیم که خداوند یا هدایتشون بده یا اینی که نیست و نابودشون کنه از سر راه ما برشون داره تا بتونیم بریم حجمون عمرمون رو به جا بیاریم. زیارت خانه خدا نصیبمون میشه. توصیه بسیار بسیار مهم به خانواده های عزیز، مهریه بچه‌هاتون دختراتون رو بذارید حج خانه خدا. اونایی که خاصتا کسی میاد برای خواستگاری دخترشون میگن آقا تازه مسلمونه، تازه پایبند دین شده، تازه نمیدونم فلان و فلان، این حرفا رو گوش نکنید. بیایید تربیتش کنید، بفرستیدش حج. دختر پسرا رو تا ازدواج دادید اولین سال بفرستیدشون حج میگم، تاکید میکنم حج، نمیگم عمره. عمره خوبه در حالتی که رسول به حج نتونستن، اما حج بیان تا بر همه این مفاهیمی که اشاره شد تربیت بشن، برگردند انسانهایی وارسته. اون وقتی که ببین زندگی چقدر شیرین میشه، سعادت همیشه در این کلبه نوپا برپا میشه. امید است که خداوند متعال عبادات طاعات همه ما رو قبول کنه و ما رو بارها و بارها به میهمانی خانه خودش دعوت کنه، حج بریم، عمره بریم و اونایی که خداوند متعال بهشون مال و ثروتی داده یادشون باشه. در یکی از روایت ها اومده که اون کسی که خداوند متعال در حدیث قدسی هست که اگر خداوند متعال میفرماید بنده‌ای که بهش صحت و عافیت دادم، بهش مال و ثروت دادم، باز هم هر 5 سال یه سری به خانه خدا نزد، اون واقعا محروم هست. انسان محروم نباشیم، انسانی باشیم که پیش خداوند ارزش داره، جایگاه داره، بنده واقعی خداست و از خداوند متعال بخوایم که به ما حج خانه خودش رو نصیب کنه و ما رو از میهمانهای همیشگی خانه خودش قرار بده. الهی آمین. لبیک اللهم لبیک، لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك